سلام به همه شما دوستان، شاهین خالدی هستم. خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتونم و ممنون از اینکه کانال 3DCG تور رو دنبال میکنید. خب جلسه قبل با هم این کیف پستیش رو درست کردیم و دیدید که خیلی هم چیز عجیب و غریبی نبود، مضافاً بر اینکه منم خیلی دنبال یه کار رد بالای با جزئیات بسیار بالا نبودم. هر که بهمون یه فرم یه چیزی رو نشون بده کفایت میکردش. خب حالا فقط موندش که یه بندی رو دور گردن این بندازیم که عملا اینو نگه داره. چیزی که من تو ذهنم اینه که این بند از این طرف بیاد، از پشت کمرش رد شه، از این ور بیادش و یه جوری جمعش بکنه. البته با فرمی که این داره یه ذره سخت قضیه، اما به هر صورت باید جمعش بکنیم دیگه. یه راه حلی هستش که دور کمرش بندازیم، یه ذره چیز میشه، یه ذره تنبلی میشه. بهتره که اینو اوکیش کنیم. خب یکی از راههایی که داریم اینه که از اکسترود استفاده بکنیم و یه دونه پالی مشی، یه پالی پلینی، پالی کیوبی، چیزی همینجوری اینو دور بزنیم برگرده. میشه درستش کرد، یه ذره زمان میبره. روش‌های دیگه هم هست، نه اینکه نباشه، ولی این پروژه هستش که قراره که با دستورهای ساده، روش‌های ساده جمع بشه. فعلا هنوز نرفتیم سمت پروسه‌های سنگین. خب چیکار کنم پس؟ یادتونه که یه بکاپی از این داشتیم قبل از اینکه این کار رو اصلا تعداد مشاش رو سنگین کنیم و این حرفا. میخوام از این کمک بگیرم چجوری بریم ببینیم. یه کپی از این میگیرم، بعد بذارید یه کار دیگه بکنم، برعکسش رو انجام بدم. یه کپی از این کیفه بگیرم، حالا با جی رو محور ایکس ها بیارم بذارم کنار دست این. تقریبا جاش اینجا هست دیگه. خب حالا برنامه چیه؟ اولا که تو این بکاپمون این آبجکت های از این میخوام استفاده بکنم. سابلی سرفیسش رو موقتا خاموش کنم، با فریم آن شیدم بزنیم که ببینیم جیومتریمون چه خبره. این اگه یه اجی اینجا دور تا دور بره و دور بزنه و برگرده، احتمالاً خیلی از مشکلاتمون رو رفع میکنه. خب این به چه معنیه؟ قراره که چی کار بکنیم؟ من بیام این بازوهاشو، مثلا این تیکه دستاشو پاک کنم، اینا رو انتخاب کنیم. قسمتی که یه ذره مزاحمن، اضافیان، جلو دست و بالمون رو میگیرن و پاک میکنم بره. خیلی همونطور که گفتم یه دونه اج میخوام بندازم از این زیر بغلش بره اون پشت و باقی قضیه. چیکار کنیم؟ بیام سراغ نایف، از اینجاها اجه رو بندازیم بره دیگه. یه بار دیگه اینجا بره بالا. خب این فیس رو نگاه کنید. بیام سراغ ورتکس ها، اینو بیارم عقب، اینم از این. خب البته این میادش با این قسمت آستین هماهنگ میشه. یه ذره این چه ذره کارو خراب کرد. البته این میتونه ادامه پیدا بکنه بره. بذارید حالا یه بار دیگه نایف رو بیارم، اینجا فرض بگیرید میاد
دوباره نایف رو بزنم. اینجا دیگه نیازی به نایف نیست، میشه میتونم از این دوتا هم کمک بگیرم، یعنی برعکسش کنیم. بیایم این اجا رو در نظر بگیریم. خب اینو تا اینجا اومدم. حالا یه جوری باید از روی دوشش رد کنیم بره. ببینید وسط من دائم حواسم هست به قطر این بنده ها. خب تا اینجا رو اومدیم، این سرش رو مخفی کنم. مخفیش کنم اینم همینطور که اینجا بتونیم ببینیم مثلا داریم چی کار میکنیم. خب دوباره میام سراغ ورتکس ها، نایف رو میزنم. از اینجا بیام این طرف، فعلا اون بازوه رو بیخیال شدم. خب این از این طرف، یه بار دیگه نایف رو میزنم. ببینید پس با نایف داریم اون خطر رو ترسیم میکنیم. حالا موضوعی که هست اینه که باید از بالای بازوش رد شه و بره یه جوری به این خط خودش رو وصل کنه دیگه. این طرف هم دوباره قصه همینه، یعنی اینم باید بیاد بره یه جوری خودش رو به این یکی وصل کنه. خب حالا ما تو این مسیری که اومدیم یه سری اج اضافه داریم که این 4 ضلعی بودنه رو خراب کردن. اگه اینا دیزالو بشه چه ریختی میشه قضیه. یه بار دیگه دستم اشتباه خورد. دیزالو. ببینید اجا رو برداشتم. تعداد 4 تایی و 3 تایی و بیشتر از 4 تاشون اینا خیلی برامون مهمه و حواستون باشه. اینا رو هم بردارم. این اجم بردارم. دیزالو کنم. این هم همینطور که 4 ضلع 4 ضلع 4 ضلع باشه. اینم برش دارم. بزن یکی خطری اینو آخر سر درست کنیم. دوباره اینم برداریم چون قراره که اینجوری برگرده دیگه. اینم دیزالو کنیم. دوباره این میاد تا اینجا که یه ذره کار گره خورد. این دوتا رو هم بردارم، اینا رو دیزالو کنم. بعد از نایف استفاده کنیم. اینجا رو تبدیل به یه 4 ضلعی کنم. حالا بیام سراغ فیس ها. این فیس ها رو تو مسیر انتخاب کنیم. خوبه یه دونه separate selection بزنم. یه آبجکت سوا شد دیگه برای خودش. تمام. یعنی من از تو دل اون اینو کشیدم بیرون. حالا میتونم بیام این چند تا ایرادی هم که تو دلش هستم باز تنظیمشون بکنم ردیف بشه. تبو بزنیم دو، نایف، اینو به این وصل کنم، اینم به این و این اجایی که باعث میشن 4 ضلعی بودنش از بین بره از چیز شه. اینو اجو بردارم. این گوشه کاره یه ذره اینو بخوایم حذفش کنیم بدجور میشه. خب اینو نگه دارم، بعد از اینکه تبدیل به مش کردم اونو از بین میبرم. فعلا اونای دیگر رو ردیف بکنیم. خب اینجا هم باز
این ورتکس رو روشن کنم، ببرم به این اسنپ شه، جفتشون رو با هم سلکت کنیم. M add to center اینم انجام شد. برش دارم چارزلی شد دیگه. خیلی خوب دیگه اینو نمیخوام، پاکش میکنم و چون اول ازش یه بکاپ گرفته بودم اتفاقی چیزی سر اون کارم نمیادش، یعنی مشکلی براش پیش نمیاد. خب اینو از این گروه بیارم بیرون. خوبه، این بکاپ رو فعلا خاموش کنیم. اینم بگیرم، گروه بندی اون نظر ریختم، بگیرم بنازم تو بکاپ. این رفت، این اضافات همه دیلیت شه. خیلی خب، حالا تازه داره یه اتفاقاتی میفته. پس به جای اینکه بشینم هی روش‌های دیگه، از خود اون بکاپی که از قبل گرفته بودم سعی کردم حالا یه جوری حلش کنیم دیگه. الان تنها برنامه‌ای که داریم اینه که این یه جور بیفته روی تن کاراکتر. این یه تیکم که جابجا شد به خاطر اینکه من یه ذره حواسم نبود، برداشتم همینجوری کشیدم بیرون. اگر چیز میکردم روی محور X مستقیم میبردمش، الکی تو فضا تکونش نمیدادم، فیکس الان میمد روی این بدن میشستش. حالا ایرادی نداره، به هر حال ما اول آخر اینو باید تنظیمش بکنیم. اولین کاری که میکنم یه سابلی سرفیس بهش میدم که این حالت اسموت خودش رو به دست بیاره. موضوع دوم، آقا قراره که اینو دستی بشینیم درست کنیم؟ نه دیگه، از این برنامه ها نداریم. پس چه بکنیم؟ سکاپتینگ. خوبه، اینم بیام رو حالت سالید. با گراب تلاش کنم درستش کنم. F هم بگیرم. ببین تنها کاری که باید بکنیم، باید بیاد روی تن بشینه. به نازکی و نمیدونم فلان و ایناش هم فعلا اهمیتی ندید، اینا درست میشه. اول فرمش رو تن درست بکنیم، این اراده عجب و غریبی که داره رو درست بکنیم. خب اینم بذارم اینجا. یکم هم این فک رو باید بدم جلو، یعنی چاره‌ای ندارم چون داره با اون اوورلپ میشه. خب این یکی قصه چیه باهاش؟ بیاد بیرون 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 بیرون. خب این فقط این لبه کار رو باید بیام به این کیفه برسونم. دیگه اینش و راستش رو بخواید ترجیح میدم از ایج و ورتکس ها کمک بگیرم. این از این قضیه. Alt to Z میگیرم بیارم. یه ورتکسی اونجا مونده، دیزالوش کنیم. خب تمام اینا رو میبینید، ورتکس های اضافه‌ای که حالا به هر دلیلی رو کار مونده تمامشون رو دیزالو میکنم.
این خط قرمز مارکسیم شده است برای بحث تکسچرینگ یوویش که اونم کلیر کردم، تموم شد رفت. دوباره برگردیم سراغ ورتکس ها. خوبه، بیا آتوزت بزنیم ببینیم تا الان چیکار کردیم. این فرمی که رو تنش نشسته خوبه، یه کنترل آر از این ور اوکیه. این اجارم بگیرم، اینم باید بیاد بچسبه به لبه کار دیگه. فرمی که رو تنش نشسته خوبه، اوکیه، قابل قبوله. این تیکش یه ذره جالب نیست ولی خب به هر صورت دیگه خوبه، بیاد سخت نگیریم. خب برنامه بعدی چیه؟ باید باهاش چه بکنیم؟ الان اونجاییه که باید بیام و یه ذره بهش فرم بدم. سابلی سرفیس همو خاموش میکنم، حتما ازش یه بکاپ میگیرم، حتما که اگه یه وقتی خرابی شد، اتفاقی افتاد، برگر داشته باشم. تب 3 کلشون سلکت. از سالیدیفای میتونید استفاده کنید، حالا چه سالیدیفای چه اکسترود فرقی نمیکنه. میام اکسترود الاین نورمالز رو میزنم، یه نمه به بیرون بیاد. فقط میخواستم ضخامت بگیره دیگه. خوبه. حالا این اجا یادتونه گفتم خیلی سخت نگیرید، ولش کنید، الان نمیخواد پاکش کنیم، به خاطر اینکه میخواستم بعد از اینکه اکسترود کردم بیام دیزالوش کنم. اینم بگیرم، حالا دیزالوش بکنیم. ببین الان دیگه مشکل بر کارتون پیش نمیادش، همین راحتی. خب 3 رو بزنم، آلت و زد، این فیس رو انتخاب کنم. قراره که این فیس یه جوری بیاد بند بچسبه به این چیز دیگه، این کیفه. خب زاویه‌اش رو پیدا کنیم ببینیم. خب اگر اینجوری یه ذره اذیتتون میکنه، بیاید با ورتکس ها روش کار بکنید. با جی بیارمش بیرون. دیگه کار کردن تو فضا، یعنی دیگه مجبورید که از این روش استفاده بکنید. البته بازم راه حل داره، فعلا خیلی سخت نگیرید. اینم بگیرم، بیارم پایین. خب یه وقتی اینا به هم نچرخن نپیچن، از آر استفاده کنم. ببین دارم سعی میکنم زاویه‌اش رو بچرخونم که گره‌ای که توش افتاده بود باز بشه. این باز یه ذره با جور در میاد. اون طرفم تنظیمش بکنم. دوباره اینم بگیرم، تب 1 جی بیام این بر، اینم بیارم اینجا، اینم ببرم اون بر. خب اینم اوکیه. یکم فقط باید بیاد بالاتر. چیزت اینم خیلی قطور شد. اینا رو باید حواسمون باشه دیگه. خب بیایم این تیکه ببینیم ایرادی چیزی داریم یا نه. اینجا رو الان فعلا خیلی سخت نمیگیرم تا کار آخر روش انجام بدیم. بعد
دوباره اینجا رو بگیریم. دائم حواسم به این شکل و رخشونه. یه دونه اینجا نیاز به اجه، این طرف هم همینطور، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. دوباره اینا رو بگیرم با جی ببرم داخل، چون این روی تن باید بشینه دیگه. البته نه به این معنی که بخواد خیلی قطور بشه. خیلی حالا که این فرم ازش داریم چیکار میکنم؟ تب بیام سراغ اجا، این اج، این اج، اجای دور تا دور دارم میگیرم دیگه. این اج این وریه، خیلی خوب. یه دونه کنترل بی برای ببل کردن، یه ببل نرم کوچولو موچولو لبه برای اینکه اینا به این حالت صاف در بیان. اول که قبل از اون بذارید من این اجا رو یه ذره تنظیم بکنم. خب یه کنترل آر بیارم این بیخ بیخ، این طرف هم دوباره همین، یه کنترل آر. حالا اینه که روشن کنم نگاه کنید اون حالت اسموتشو بهمون. اینجور چیزا رو هم دیگه حالا خودمون میتونیم بیایم درست کنیم. الان اینجا یه دونه حالا به هر دلیلی سلکت شده، ببل شده، خراب شده، خب درستش کردیم، تموم شد. می‌بینید اصلا موضوع سخت و عجیب غریبی نیستش. حالا یه سری جاهاشو اگر میخواید میتونید خودتون تنظیم کنید. مثلا من این قیافه این خیلی خوشم نیومد، یکو ببندم، سرشم روشن کنیم. خب تبو بزنم، یکم بزنم، اینو میگم یه ذره باحال نیستش. این یکم بیاد این برتر. این گوشه هم بدم تو. اینم از این. حالا فقط به عنوان آخرین حرکت
میخوام گراب توی اسکالپت استفاده کنم. جاهایی که یه ذره حالا کار تو حواس یا فرمش به نظر خیلی جالب نمیرسه اصلاح کنم. سیمتری رو مطمئن شم که خاموشه. خب اینجا یه ذره از بدنش فاصله داره. اینو میتونم هول بدم بیاد رو تن بشینه. ببینید خوبی چیز همینه، خوبی اسکالپت دقیقا برای همینه، راحت میشه اینا رو ادیتشون کرد. خب این رفت نشستش روی لباساش. از روبرو هم چیز بدی نیست، از این برم اوکیه. این دور و برم به نظر همه چی خوبه، ردیفه، باهاش مشکلی نداریم. فقط این یه تیکه جمجمه هست. اینم راستشو بخواید اصلا اون موقعی هم که این لباس و این بالای سرشونش رو درست میکردیم یه ذره داستان داشت. به خاطر همین بیام انتخابش کنم اینه. آره خب یه تیکه رو کلن بدم بره بالا. اون مزاحمت رو از بین ببریم. تموم شد، خلاص، بدون هیچ مشکلی اونم رفعش کردیم. و از این پایینم این اوکیه، همه چی حله. برگردم توی تر مدلینگم. میخوام یه کاری رو فقط به عنوان تست انجام بدم، ولی حتما واجب نیست که این کار انجام بشه. یه دونه کنترل R بیام اینجا، یه دونه کنترل R بیام اینجا، سه رو بزنم، کل فیس ها رو دور تا دور سلکت کردم. اینم میتونم خاموشش کنم. خوبه. یه اکسترود الاین نورمالز به سمت داخل این بار. خوبه. بیام سراغ اجا، این اجا بگیرم، یه ذره اینجا رو باید با دقت تر اون اجام بگیرم. اینم سلکته، اینم سلکته و داره دور میزنه دیگه، چون از این پایین همه چیز اوکی بوده. این یه دونه رم، این نه. آره بذار اینم بگیرم، ایرادی نداره. حالا خب یه کنترل بی و یه ببل خیلی نرم ظریف کوچولو. زیادیش هم خیلی خودتون نگران نکنید، چون اینجا میتونید عددش رو دستی تغییر بدید. 0.17 بزنم. 0.017 خیلی زیاده. یه ذره بیاد بالاتر. خب دیگه خیلی زیاد شد. یه دقیقه اینو روشن کنیم ببینیم چطور پیش میره. عالی شد. یه خط خوب و یه تو رفتگی جالب هم اینجا ایجاد کرد. عالی شد دیگه. تبو بزنم دوباره، یه کنترل آر دیگه میخوام تا جایی که میشه این حالت رو روش ایجاد کنم. یه بار دیگه روشنش کنیم. آره الان دیگه قشنگ حالت مستطیلی رو داره نشون میده. عالی شد. خب انتخابش کنم، بیام توی
قسمت متریالم رو 09 بهش بدم، یه نگاه همینجوری بهش بندازیم ببینیم چطور پیشرفتش اوضاع. میبینید خیلی خوب و اوکی قشنگ. حالا نور و سایه هم روش افتاده، خودتون میتونید کیفیتش رو ببینید دیگه. همه چیز خوب و ترتمیز در اومد. خیلی راه ها داریم، من اصلا نمیگم این راهی که من میرم همش درسته، همین راهه، هیچ راه دیگری وجود نداره، نه اصلا صحبت همین نیستش. ولی من همیشه به دنبال راهایی هم که یه ذره ساده تر باشه، یه ذره قابل درک تر باشه، یه ذره سریع تر باشه. حالا این راه نظر من بوده، اگه فکر میکنید راه بهتری هم دارید حتما انجام بدید. خب و بگید، پیشنهاد بدید، کامنت بدید و روش کار بکنیم. خب من اینجا یه دونه اج میندازم. یه چیزی رو فقط میخوام تست کنم که این فیس ها رو اگه سلکت کنم، میام تو مودیفایر رو اینو خاموش کنم. مودیفایر این چی بود؟ اینو چیکار کردم؟ کنترل زد بزنیم ببینیم. خب میرور روش مونده بود، تعجب کردم. خب سابی سرفیس رو خاموش کنم، بیام سراغ 3. خوبه. یه دونه اکسترود به سمت بیرون، کنترل آرم بگیرم. خوبه. یه حالت چیز درست کردم که انگار این میره اون تو گیر میفته. فقط یه ذره اینو باید با ورتکسش رو یه ذره باید چیز کنیم، نه همه اینجا تو هم پیچیدن. روتیت هول زدا، ببینید منظورم اینه، خیلی روش بیریخته. اگه کلشون رو بگیرم الان شاید خیلی وقت خوبی نباشه بخوام روش کلیک کنم. دارم نشون میده که اونجا رفته دوخته شده. خب بیام همون کار رو این طرف هم انجام بدم. تبو بزنیم، بیام سراغ فیس ها، اینا رو بگیرم. تو این بهتر جواب میده. یعنی اول که فقط یه پوسته بود، این طرف رو درست تنظیم کردم، این طرف رو ذره بی‌دقتی کردم. الان میشه درستش کرد ولی زمان میبره، خاطر همین ندید گرفتمش. خب یه اکسترود الاین نورمالز بزنیم، یه نمولش بدیم عقب. با کنترل آر یه سری اج اینجا میندازم. این اجا هم که متوجه شدید دیگه، بخاطر اینکه بعد از اینکه سابلی سرفیس رو میزنم از گوشه ها کار رو نکشه. اینم اینجا، اینم اینور، اینم بزنیم. اوکیه. حالا تنها کاری که بعد انجام بدم اینا رو بیارم بالا بندازم اون پشت. البته تنظیمشون هم بکنیم. اینم یکم دیگه این فیس ها رو بیارم بیرون، اون مشکلم حل میشه. خوبه. یه تست دیگه هم ببینیم ازش.
درست شد. ببین به خاطر اون سایه که اونجا میندازه الان یه تکلیفی داره که این بالاخره رفته یه جایی گیر افتاده، همینجوری رو هوا نیستش برای خودش. میتونه از این تمیزتر دقیق‌تر هم اتفاق بیفته، ولی گفتم خیلی الان دنبال دقت بیش از اندازه به جزئیات نیستم. در حد نسبی 60% 70% کفایت میکنه. خب پس اینم برای ساختیم، چیز زیادی نمونده. یه 2-3 تا اسست دیگه هم میخوام روش بذارم یه ذره شرایطش قشنگتر و جذابتر بشه تا پروژه‌مون رو ببندیم. اصل کار انجام شده. خب دیگه برای این جلسه بیش از این خستتون نمی‌کنم. ممنون که با من دنبال میکنید. اگر سوالی داشتید حتما در واقع کامنت بدید و ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید. پس تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون.